من از اون آدماییم که می نویسم، نه اینکه نویسنده باشم، می نویسم، حرفامو می نویسم. اما یه سری چیزا رو نمیشه نوشت، مثل چیزی بین بغض و عشق که تو میبینی ولی بقیه نباید ببیننش. چون چیزی که تو از تو میبینی آبیه ولی وقتی مینویسیش قرمز میشه و تو باید سبز باشی. من چقدر راست تو این قلبمه، چقدر دراز به دراز افتادم، چقدر اسپاس تو این بدنه. من چرا یخ کردم از تو، از بیرون گرممه، چرا هی